سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز. من جیسی هم اینجا جیسی چالنج. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بخش مای جی ام بازی WWE 2K24. بریم کشتیگیر بخریم بچه ها. با خرید کشتیگیر میتوانیم یک مقداری راه جذابی انجام بدیم. کل کوین بود توی بخش مای رایز بچه ها. بله بذاریم خودش یخت بد بود کرده، خودم بوکش میکنم ولش. این وضعیت واقعا زشت و مستحجنه. نه بذار خودمون بوکش کنیم، چون که این وضعیت خیلی اوکی نیست. هیچ کس هم نداریم، همه مصدوم. این خوبه برای رسلمینیا. این چی میخوایم چیکار کنیم؟ روایت تا این داداشمون در حال تفکر میباشیم. در حال تفکر عمیق تا ببینیم چه باید بگیریم. آها خب اینم از این. یه مچ دیگه که خوبه. یکی هم کنیم. یه فیتال فوروی اکستریم رولز میذارم بین ایجی استایلز ها، سولو، پول کوین و ایاگوه. بقیهش هم همه به چویتی میذارم تا نیم کوین. از دیگه بیایم پایین. هم واقعا فوز جبران نداریم دیگه. شما به بزرگ خودتون ببخشید. من همیشه خوب بازی میکردم مای جی ام، نمیدونم این دفعه عجیب، واقعا عجیب بود. من این تجربه مای جی ام هم تو کی 24. اینا ببینیم. این جیدی مکدونا بود. میکنیم ستاره مثلا، ولی مثلا توی اولاف کیوینتوس توی چیز که بود، توی این گود بوده خوبه. توی 2K22 و 2K23 من خوب بودم تو اینا. اول میکادم، من نمیدونم چرا نمیشه. اینم اسکیپ میکنیم. اینم وضعیتشو بد بوده حقیقتش. همشون حالا فیمر گرفتم شدن اول و این بده.
با هم باسکان پول بدیم که بمونه. Take care for me season challenge. ببینیم چی میتونیم بخریم. ها اینو میتونیم بخریم بالاخره بعد این همه وقت. خب دیگه هم هیچی نمیتونه بخریم. یعنی خیلی اذیت میکنه ها. اذیت میکنه بعدم اذیت میکنه. بذاریم خودش آتو بوک کنه بچه‌ها. اولاف گیریم توس و روت فورس در مقابل هم. نه بدیش نیست. بدی نبیده. تا ببینیم چه میشود. یه قسمت دیگه کل از ماهیچیه مونده و واقعا ما هر کاریش بکنیم نمیشه. نمیتونیم اول شی. حالا فریم من حالا فریم ترافی گرفته بودم. چه بقیهشون حالا فریم ترافی گرفتن. بذار ببینیم که یخته اینا که نابود شدن رو میتونیم برگردونیم. اونایی که پیمچه نیستن اصلا. این هلت سپا رو میام میگیرم. هلت سپا ببینیم میذاره که کچگیره. کچگی مصنوع اصلا نیاورده. کوین بیل کوین بیو کوین باو ما بوک شد. 61,000 دلار پول دادیم. ببینیم که چی میشه. اولاف گیریم توس باخت میکنیم ستاره. الکسا خوب بوده. اینجا سولو سیکوا آدوین باک برده دوستاتون. بلف دوان بورد. این یکی تیفانی استراتون. گری وایت. این مچ رو کیبول میبره. آسکا و ریا ریپلی. چارلز فلوینجرد شد. این من قهرمان کمان زن ندارم. ستا هم بگذاریم. مرسی واقعا از اینکه میبینین حمایت میکنین کامنت میذارین. مرسی عشق کنیم تک تکتون. بریم ببینیم که کار کردیم. اوکی خب 113,000 دلار سود. خوبه. چهارم بچه ها مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید دوستان. تا ویدیوی بعدی بدرود. من اینا خودم ردش میکنم. خیلی چیز خاصی نیست. اگه خوشتون اومد لایک کنید. اگه دوست دارین سابسکرایب کنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.